سرزمین عراق سال 61 هجری، حاشیه صحرا غرب رود فرات، 10,000 تن در برابر یک مرد. 10مین روز محرم حماسه‌ای بزرگ رقم می‌خورد و خاک خون خدا را در آغوش می‌کشد. نحن حينما نتحدث الإمام الحسين نتحدث عن ابن بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن نعتقد أن الإمام الحسين هو اختيار إلهي. معاویه تقریبا هنگامی که قدرتش مرتفع میشه 65 سالشه. So far as Muawiyah was, religion did not interest him, faith did not interest him, power did. در حقیقت بنا بود که یزید کار اسلام رو تمام بکنه و ریشه‌کن کنه. هذا الرجل لم يكن ليمثل الإسلام في أي بعد من أبعاد. در تمام مدتشون میخواسته از با یزید بیان. قال مثلي لا يبايع مثله. انتهى الموقف، حسب الموقف، لا بيعة له. I must make my stand here and yet knowing that the consequence will be severe. ندای عاشورا جهانیان را از هر دین و آیین به خود جلب می کند. مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است. اکنون 13 قرن از حماسه آن مرد خدا می گذرد. اینجا کربلاست، وعدگاه هزاران هزار زائر عاشق و یک نام حک شده بر تمامی دلها و ذکر همه لبها، حسین ابن علی. پس از رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام، 4 خلیفه یکی پس از دیگری بر امت اسلامی حکومت می کنند. با پایان ولایت آخرین خلیفه، حکومت به معاویه ابن ابی سفیان می رسد و وضعیت جامعه اسلامی دچار تغییرات بنیادین می شود. هنا الإشكالية أن حدث الانحراف عن مسار أئمة أهل البيت ليصبح الدين ذاته تبعا للنهج السياسي، وهذا كان أمرا مخططا ومدبرا. فالمسألة لم تكن معاوية فقط ولا يزيد فقط، وإنما كان هناك نهج يريد أن يبقي الإسلام في صورته القشرية بينما تكون السلطة كاملة بكل أبعادها المالية والسياسية والأمنية في يد فريق واحد من المستأثرين، وهذا عين ما رفضه القرآن. دوره معاویه دوره تغییر معیارهای اداره امور سرزمین اسلامی و نظام حکومتی می شود. امرای حکومت طالب پوسته اسلام بودند و ابعاد دیگر دین اسلام برای دنیای آنان دست و پاگیر و مزاحم بود. در واقع معاویه پادشاه بود و عاشق سلطنت، نه جانشین پیامبر اسلام. So far as Muawiyah was, religion did not interest him, faith did not interest him, power did. And he was quite open about this. He was the image of the wily Byzantine politician, if you like. And in fact, he used to boast how he made war against Ali without weapons, you know. بنی امیه به گونه‌ای جا انداخته بودن که خلیفه نه تنها جانشین پیغمبر، اصلا معاویه معتقد من خلیفت الله هستم، خلیفه خدا، جانشین خدا در روی زمینه. بین حسن ابن علی علیه السلام نوه بزرگ پیامبر صلوات الله علیه و معاویه صلحی منعقد می شود. بنابر مفاد صلحنامه، حکومت پس از مرگ معاویه به امام حسن خواهد رسید و اگر امام حسن علیه السلام در قید حیات نباشد، به برادرش امام حسین علیه السلام. بعد از
صلح امام مجتبی علیه السلام وقتی معاویه حرکت کرد آمد کوفه رو اشغال کنه، مرکز خلافت امام حسن علیه السلام رو، میگوید من با شما نجنگیدم که شما رو وادارم نماز بخونید، روزه بگیرید، حج برید و این امور عبادی رو انجام، این کارها رو میکردید. من با شما صرفاً جنگیدم که بر شما قدرت پیدا کنم، حاکمیت پیدا کنم. پس از رحلت امام حسن بسیاری خواستار بیعت با برادر ایشان امام حسین می شوند. اما حضرت می فرماید خدایتان رحمت کند، در خانه ها بمانید و مراقب باشید که تا معاویه زنده است مورد بدگمانی قرار نگیرید. اگر خداوند خواست و پس از معاویه زنده بودم نظر خود را برای شما خواهم گفت. به این ترتیب ایشان با منشی بزرگوارانه از بروز فتنه و تفرقه جلوگیری می نماید. مردم او رو فانیه در اسلام می دونه. پس یه باطن داره، یه تظاهر. در باطن خطی نیست که اسلام از بین بره. یعنی در باطن هدف چیه؟ همون جنگ احزاب. پیغمبر از بین بره. کس دیگه هدف نیست. هدف اسلامه. هدف پیامبر. این سرگم میشه کار تمام. منتها زمان برای ظهور یا اظهار او باید متناسب بشه. فردی هم که بخواد بزنه به خط برای این کار باید مهیا بشه. مروان حاکم کوفه است. او به معاویه خبر می‌دهد که مردانی از عراق به حسین مراجعه کردند و با او آمد و شد دارند. دستور چیست؟ معاویه جواب می‌دهد حسین با ما عهدی بسته است. او کسی نیست که بر عهدش نماند و از آن تخلف کند. به او تعرض نکن. اما آیا اطرافیان معاویه نیز بر پیمانی که بسته بودند وفادار می‌مانند؟ طبیعی است معاویه در حقیقت می‌خواست کاری رو که پدرش و امثال پدرش در جاهلیت نتوانستن انجام بدن در اسلام به نتیجه برسونه، یعنی محو و نابودی اسلام. خب ابو سفیان و همراهان او با شعار و نماد بت و شرک جلو آمده بودن، مقهور اسلام شدن. اما حالا معاویه به ظاهر اسلام آورده ولی دنبال همون هدفه. معاویه طی سالهای حکومتش که بیش از 20 سال به درازا کشید، بیعت گرفتن برای یزید را در شرایط مختلف پیگیری می‌کرد و این برخلاف مفاد پیمان صلح بود. نامه نوشته است معاویه به زیاد که مردم رو آماده کن برای حکومت پسرم. میگه من چطور پسرتو مردم عرضه کنم؟ چطور عرضه کنم؟ با وجود کسانی در عالم اسلام مثل حسین بن علی، عبدالله بن عباس، عبدالله بن زبیر، من چطور بگم؟ این کوس رسوایش بر سر بام عالم است. بگو یه چند سالی، 2 سالی فلان این مثلا رفتار اعمال درست انجام بده، مثل اونان رفتار اعمال کنند، شاید ما بتوانیم تمویح کنیم. شخصیت بیمقدار یزید و بی‌لیاقتی او برای حکومت موضوعی نبود که از کسی پوشیده باشد. به همین علت بود که حتی والیانی که معاویه در مدت 9 سال بر مدینه گماشت نیز نتوانستند از بزرگان شهر برای یزید بیعت بگیرند. به این ترتیب معاویه مجبور بود برای به خلافت رساندن یزید پس از خود و کسب رضایت بزرگان قبایل به دادن مال و مقام و رشوه متوسل شود و این گونه صداهای اعتراض را خفه کند. معاویه دنبال محو و نابودی اسلام بود، منتها از حضور عده‌ای از اصحاب پیغمبر واهمه داشت. این مأموریت رو با تعیین فرزند نابکار خودش به خلافت به او سپرد و در حقیقت بنا بود که یزید کار اسلام رو تمام بکنه و ریشه‌کن کنه و اگر نبود خون مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام و ایستادن در برابر او، اسلام به کلی محو و نابود شده بود.
معاویه اندکی پیش از مرگش بار دیگر به مدینه می رود تا خودش برای یزید بیعت بگیرد. ام المؤمنین عایشه اولین کسی است که با او ملاقات می کند. او وقتی نیت معاویه را میفهمد اعتراض نموده و خلیفه را به رعایت تقوای الهی فرا می‌خواند. هذا الرجل لم يكن ليمثل الإسلام في أي بعد من أبعاده. معاویه پس از آن با حسین علیه السلام خلوت می‌نماید و از او می‌خواهد با یزید بیعت کند. امام حسین می‌فرماید تو می‌خواهی مردم را در مورد یزید به اشتباه بیاندازی؟ گویی تو شخصی را توصیف می‌کنی که پنهان است و مردم او را نمی‌شناسند، یا کسی را معرفی می‌کنی که غایب است. یزید با رفتارهایش خود را معرفی کرده است. معاویه به شام باز می‌گردد در حالی که از بیعت گرفتن از برخی ناامید شده است. چاره چیست؟ توفیق نقشه او نیاز به حیله و نیرنگ دارد. ما اینو دقت داشته باشیم که جناب معاویه وقتی قدرتش مطلقه شد سنش هم رفته بود بالا. یعنی معاویه تقریبا هنگامی که قدرتش مطلقه میشه 65 سالشه، پیر شده. او برای اینکه بزنه به خط لا والله الا دفنن دفناش بکنه به حسب ظاهر او زمان نداره، پس باید یه نیروی مناسبه برای این کار تربیت بشه. خلیفه به شخصی دستور می‌دهد که پس از پایان خطبه‌اش به ستایش یزید برخیزد. با عده‌ای دیگر نیز توافق می‌کند که بلافاصله پس از پایان خطبه یزید را به نیکی و بزرگی یاد کنند و از معاویه بخواهند او را ولیعهد خود قرار دهند. درخواست ولایت عهدی یزید به هیاهوی جمعیت می‌انجامد. آیا این نیرنگ ها به نتیجه خواهد رسید و پس از آن آیا مردم توان تحمل حکومت یزیدی را خواهند داشت؟ وهناك تلك القصة الشهيرة الخليفة هذا عندما خرج الرجل وقال الخليفة هذا وأشار إلى معاوية بسيفه فإن مات فهذا وأشار إلى يزيد بسيفه ومن أبى فهذا ورفع سيفه للناس فقال له معاوية اجلس فإنك أخطب العرب. كان هذا هو القطاع الأساسي، رؤساء القبائل الذين لا يعنيهم من الدنيا إلا المال وهؤلاء أغدق عليهم معاوية العطاء. معاویه نامه‌هایی به افراد مخالف می‌نویسد و از آنان می‌خواهد تن به بیعت دهند. پاسخ امام حسین علیه السلام به معاویه حاوی نکاتی صریح است و تا حدی بیانگر دردی که از نادانی سردمداران اسلامی در عمق جان امام رخنه دارد. میخواهی یزید را بر گرده مردم سوار کنی در حالی که او فردی است که شراب می نوشد و با سگها بازی می کند؟ تو در امانت خود خیانت کردی، رعیت خود را تباه ساختی و نصیحت پروردگارت را به جا نیاوردی. نحن حينما نتحدث عن الإمام الحسين نتحدث عن ابن بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنالك رسالة حملها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبلغها للناس، وهنالك من جاء بعده لحمل هذه الرسالة والحفاظ عليها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأهل بيته كما هم أصحابه، أهل بيته رضوان الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يحملون أمانة من العيار الثقيل، يعني أكثر اهتماما وأكثر اتساعا من غيرهم. فنحن نعتقد أن الإمام الحسين هو اختيار إلهي باعتبار أنه من نسل نبوة، والنبوة هي اختيار إلهي رباني. پیگیری معاویه با رشوه و ارعاب و نیرنگ به نتیجه رسیده است و بسیاری افراد موافقت خود را با یزید اعلام می کنند. سال 60 هجری معاویه از دنیا می رود و یزید به حکومت می رسد. حکومت دینی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که با مجاهدت‌های فراوان ایشان در طول عمر شریفشان و جانفشانی اصحاب و یاران مخلصشان به ثمر رسیده بود، اینک در دستان بیکفایت کسی است که از اسلام فقط نام آن را با خود دارد.
این وضعیت اسفبار و شرماور به جز فروپاشی دین چه پیامدی میتواند داشته باشد؟ تمام داده های درونی این بنی امیه منتقل میشه به یزید. تمام مأموریت رو که عنای کفره بهش انتقال دادن، همه راه های وصول هم یادش دادن. یزید شمشیرزن ماهری بود، یزید بسیار بی‌پروا بود. در نتیجه به نظر عناصر کفر در این آل دیگه یزید برای این کار عالیه. ساعاتی بیش از مرگ معاویه نگذشته است که یزید در قصر الخضرای دمشق بر مسند قدرت تکیه زده و نامه‌ای به ولید ابن عتبه والی مدینه می‌نویسد. پاسی از شب نگذشته نامه به ولید می‌رسد، نامه‌ای که بوی یک سرقت بزرگ می‌دهد و باز هم نیرنگ. طبعا انه كل من اخذ شيئا ليس له او سرق شيئا ليس له يسعى دائما لأن لا يظهر هذا الأمر للناس، لأنه يعرف أنه أمر باطل وما أن تطلع عليه الناس حتى تكون القضية واضحة البطلان، واضحة أنها قضية باطلة. حالا یزید برخلاف پیمانی که پدرش بسته بود از امام بیعت می‌خواهد. گویا او درکی از سیره مستحکم امام ندارد. در تمام مدت ایشون میخواسته از با یزید بیعت نکنه. یک ذره علاوه بر اینم نداریم. آنچه که ما میخواد بکنه، میخواد با یزید بیعت نکنه. یزید به ولید والی مدینه نوشته است که بیدرنگ از حسین و عبدالله ابن زبیر بیعت بگیر و اگر از این امر سر باز زدند گردنشان را بزن. عبدالرحمن ابن ابی بکر و عبدالله ابن عمر نیز از امرایی بودند که با خلافت یزید موافق نبودند، ولی یزید شیوه برخورد با آنان را از پدرش آموخته است و در مورد آنان نگرانی ندارد. يزيد حتى عمرو بن العاص اللي هو أقرب الناس لمعاوية بايع بالسيف عندما نزل وقال له وسدني. هو موصاني. معاوية قال له، يزيد قال له لمعامر انه ابوك والدي موصى انك توسدني في القبر. فنزل الى القبر، وعندما كان تحت في القبر وضع السيف فوق رأسه او هكذا يقال، وقال اما ان تبيعني الان واما ان اجعلك فوقه. فقال هذه منه وليست منك. ولی موقعیت را بسیار سخت می‌بیند. برای او روشن است که امام سر تسلیم در برابر یزید فرود نخواهد آورد. بنابراین هرچند با مروان ابن حکم از قبل کدورتی داشت، اما او را برای مشورت و همفکری به قصر فرا می‌خواند. مروان بن الحكم أيضا في المدينة، فهو يعني عندما تدخل بعد استدعاء الوليد الإمام الحسين ليأخذ البيعة منه بعد طبعا وفاة معاوية، ليأخذ البيعة ليزيد، أصبح وكأنه يدير الأمور. نظر مروان اقدام بسیار عاجل در همان لحظه است تا از احتمال هر آشوب پیشگیری شود. او به والی میگوید تا خبر مرگ معاویه در شهر نپیچیده بهتر است بیعت را قطعی کنید، وگرنه احتمال شورش می رود. امام حسین علیه السلام هرگز بنای نافرمانی و تحریک مردم علیه حکومت را نداشته و ندارد. ایشان بر پیمان صلحی که بین برادرشان امام حسن علیه السلام و معاویه برقرار بوده تا زمان حیات معاویه وفادار ماندند. هي قائد وقائد حازم يحدد الأمور وبشكل واضح. وقتی پیغام ولید به امام میرسد چند تن از جوانان بنی هاشم و غلامان خود را در جریان رفتن به دارالاماره قرار میدهد و از آنان میخواهد تا مسلح شده و ایشان را همراهی کنند. قرار می شود همراهان امام بیرون دارالاماره منتظر بمانند و اگر ندای امام را شنیدند به داخل یورش ببرند، وگرنه بمانند تا ایشان بازگردند. یعنی انه ليس مغررا به
ليس مغشيا على عينيه، هو مدرك كنه الحقيقة، مدرك کنه المعرکه. امام حسین علیه السلام وارد دارالاماره می شود. ولید امام را در جریان خبر فوت معاویه قرار می دهد و شروع به خواندن نامه‌ای می کند که یزید برای او فرستاده است. یزید که چشم طمع به بلاد اسلامی را دارد و تشنه قدرت و مقام است، می‌خواهد تمام موانع رسیدنش به خلافت را از بین ببرد، حتی اگر آن مانع نواده عزیز پیامبر اسلام باشد. مروان به ولید اصرار می‌کند که هرچه زودتر بیعت امام را بگیرد، وگرنه همینجا کار را یکسره کند. هدف مروان كما أظن كان يرمي إلى إحراج الإمام الحسين ويحاول أن يأخذ البيعة منه بصورة يعني لم يكن أحد حاضرا حين ذاك، يعني وكأنها صفقة في لیل. پاسخ امام در آن لحظات حساس نشان از درایت و حکمت ایشان دارد. ای امیر، بیعت باید آشکار باشد. شخصی چون من نباید پنهانی بیعت کند. فردا که مردم را به بیعت خواندی، ما را نیز بخواه. ولید راضی می شود و رو به امام می گوید خوب گفتی، پس برو و فردا با مردم بازگرد تا بیعت گیریم. پس از خروج امام از دارالاماره، مروان ولید را سخت شماتت می کند که باید کار را تمام می کردی، دیگر دست تو به او نخواهد رسید. ولا يمكن أن توجد شخصية ثانية في تلك المرحلة تقوم بهذا الدور إلا الإمام الحسين بشفافيته، بشجاعته، بتماسكه، بإيمانه العميق بالدور الرسالي الذي رسمته له السماء. ولید که نسبت به ارزش جایگاه امام در بین اسلام و مسلمین آگاه است، برآشفته و میگوید سبحان الله، تو کاری را از من میخواهی که در آن نابودی دین من است؟ آیا من حسین را بکشم به خاطر اینکه میگوید من بیعت نمی کنم؟ به خدا سوگند شک ندارم کسی که دستش آغشته به خون حسین باشد، در قیامت و در پیشگاه خداوند میزان اعمالش سخت و سنگین خواهد بود. He knows exactly what's happening, and it is that deep inner courage, knowing that I must make my stand here, and yet knowing that the consequences will be severe. الرجل هذا الإمام العظيم في وقته بالحد الأدنى هو ملخص النبوة علما وأخلاقا، فعندما اكتشف بن يزيد هذا الانحراف ما كان يمكن أن يبايعه. آرام آرام شرایط سخت پیش روی حسین ابن علی آشکار می شود. او پس از خروج از دارالاماره به مسجد پیامبر رفته و در کنار قبر جد بزرگوارشان به نجوا می نشیند. گویا دیگر هیچ چیز جز زیارت تربت رسول الله التیام بخش درد عمیقی نیست که بر جان امام رخنه کرده است. جامعه اسلامی در حال بازگشت به عصر جاهلیت است. گوشها برای شنیدن حرف حق بسیار سنگین شده و دلها میلی به حقیقت جویی ندارد. People as well can resonate with the issues involved, and so it is very much a human concern that people can resonate and sympathize with, and therefore they can draw lessons from it into their own life. How do I react when things are happening in society that I don't think are right? How do I engage with others? How do I show a leadership role? Where should I take my stand? We see that Hussein actually comes to a point in which he says, here I stand. This is where we will sort out the final events. اکنون سه موقعیت نگران کننده پیش روی امام است.
اول، محافظت از امت و دین جدش رسول الله صلوات الله علیه. دوم، بیعت با یزید که به معنای مشروعیت بخشیدن به حکومت ظالم و از دست رفتن میراث پیامبر عزیز اسلام است. بیعت نکردن با او نیز شعله‌ور شدن آتش قیام در مدینه را در پی خواهد داشت. سوم، جهل و نادانی مردمی که نسبت به شرایط آگاهی و بصیرت لازم را نداشتند و از آنچه در میان حکومتیان می‌گذشت بی اطلاع بودند. در این شرایط سخت چه کسی می‌تواند امام را یاری کند؟ آیا یاری کننده‌ای وجود خواهد داشت؟